اینجا خونه فرهنگ، این آشپزخونه‌شه. این بشقاب گربشه. این میز صندلی. اینجا وسیله‌ای که فرهنگ باش کتاب میخونه. این خودشه. فرهنگ برای بچه ها صحبت کن. شما خوب هستید؟ مرسی. حالا دیگه من میام راجع به فرهنگ حرف میزنم، بعد سپهر سهیل میتونیم باش بیشتر ارتباط داشته باشیم. این خونشه، چقدر قشنگه، از ما خیلی پذیرایی کرد. اینا رو خوردیم. بعد معصوم خانم سلام پسرای گل، آقا مرتضی نازنین، کاش شما اینجا بودین، جای شما خالی. آرزوی روزایی رو داریم که این قفس ما هم درش باز شه. قفس ما نه قفس شما. فرق نمیکنه، مال ما میشیم که بتونیم ایامی رو با هم دیگه باشیم، از پیش نزدیک با هم آشنا بشیم. الان که میبینم برای چند دقیقه ملحت پیش فرهنگ هست، یا الان به هم آشنا شدن، حرف برای گفتن با هم دارن، در حالی که وقتی هم دیگر ندیدن در عین دوستی نمیدونستن که چی میتونن با هم دیگه صحبت کنن. آرزو میکنم به هم نزدیک بشن. مرسی. قربونتون برم. اینم تراس فرهنگ باربیکیوشه. اینم گلای خوشگلشه، چقدرم قشنگه اینجا. اینم سینماشه. ببینین کیف کنین، بیاین خونه فرهنگ فیلم ببینین. اینم گلاشه، ببین چقدر خوشگله. خیلی فضولیه دیگه. خونه محمد هم رفتم فیلم برداری کردم. اینم اتاق خوابشه، چقدر مرتب شیک. اینم گربشه. اینم اتاق خوابشه.